پلنگ وحشی رو میگیره، برمیگرده ببینه ایرپاد رو میتونه بگیره بره، که فکر میکنم داره کل خونه رو اسکن میکنه. اینجا حالتی میگیره که میخواد با من صمیمی بشه، نزدیکی تختم میشه تا از کرگ و پشم تخت باخبر شه. حالتهای مختلف ایستادن رو تمرین میکنه، فیگورای مختلفی رو، فیگور مست میمون رو میگیره اینجا، میخواد با من صمیمی بشه و دلش هم میخواد. اینجا وارد صحنه میشه و میاد میخواد ایپاد من رو در کنه ولی نمیتونه، از من فاصله میگیره و همچنان این موضوع ادامه داره. لایک کامنت یادتون